دو سوال یک پیشنهاد. بفرمایید. برادر عزیز، ما یک کمی بگیم فطر روزه روان کردیم، با سبب‌های تکنیکی در دست همون نفرها عالی نرسیده است. یک هفته میشه، نمیدونم چی بلا زدگی دوشنبه سیتیه که نمیتونن مردم سوموشون گرفته. بعد دیمش این که در همیشه بتیمش در همین اروپا یا که به هوای تکیه بکنیم که یکی برا برسه. بعد دیمش که یک رفیق دارم. مقصد این که اید پیش از آن که اید خوانده شود باید صدقه فطر به صاحبانش رسد. یک وریانت دیگر همین که مثلا از تاجیکستان یگان کسی میگوید که برادر تو به فلان جا صدقه فطر از نام من خودت عکسی خودت پول گیر برده ته من بعد میرسونم تو یا دیگه کارت میپرتوید یا که همون وقتی که گذشت بعد میدهید. خلاصه صدقه فطر خواه در اروپا تید خواه در تاجیکستان پیش از نماز عید باید داده شوید. پیش از آن که به نماز عید میرید باید داده شوید برادر. فهمیدید؟ با این و یا باور نکنید، یعنی که رفت این 2 روز دیر شد یا 1 روز دیر شد و صدقه از صدقه ها میشد، صدقه فطر نمیشه. بنابراین شما دیگر راهش هم بینید. مثلا میتونید یگان کس قرض گیرید میگید که فلان چی ته بعد من تو میتیم. بله